در آنجا چیگاه باشه؟ دیوانه بی عقل، دیوانه کله و رم. اگر دختر رو رد کنی و دیگر کس رو میوبد. ای زهرا، با این راه نمیدیم. بغیر از من به هیچ کس خونه دار نمیشوی. زهرا؟ داماد چی شد؟ چرا ایستاده ای؟ کمی صحبت کردن میتوانیم؟ بعدش میایم با اجازت شما. دستتون رو گیرم. گل گیرم آقای اکرم. مهگیر. شما جفت دانا جدا بودن نمیتوانید زهرا خانم، یعنی چی در اصل؟ بگویید. در اصل چی؟ یعنی چی خیلی فهمونم؟ یعنی من وای مسئله خونه دار شوی ساخته بود که دوباره فکر کردم که یعنی حاضر شما رو در این حالت تنها گذاشتن اونقدر خوب نمی شود. یعنی چی؟ بله، من تکلیف خونه دار شوی ساخته رو قبول میکنم. بله، من تکلیف خونه دار شوی ساخته رو قبول میکنم. بشوخی؟ دامولاسیا من بسیار عذر میپرسم برای آغوش کشیدنم. من خیلی خرسند شدم. چی کار کردنم رو ندونستم. اگر در حقیقت من خدا دار میشدم اینقدر خرسند نمیشدم. باور کنید من رو شد کردید. نه، یعنی حالا اینقدر تیز خرسند نشوی. تشکر زیاد. در حدیثی آمده است که همیشه به احتیاجمندان باید کمک کرد. رقم های تلفنتان رو قید میکردید؟ خوب، مالش قید میکنم. مرحمت. زنگ زدم. قید میکنم. سلین، من با تو صحبت کردنیم. چی بوده پای حاله؟ سلین، التماس به من دروغ نگوی. این مسئله خانه دارشوی زهرا و مناسبتش از کجا اینقدر زود پیدا شد؟ یک دیگرشون رو دوست میدارن. ما چی گفته میتوانیم اپای حاله؟ اینها رو یک طرف گذار. اقلا تو این خیلی گپ نزن. آخر سلین چی خیلی دوست داشتن؟ دختری که اینقدر وقت محبت میجوست، یعنی در این 2-3 روز چی خیلی میتواند به همین دامولا عاشق شود؟
чуноне ки дар филмҳои ошхона дида ҳаловат мебарем, чаро дар ҳаёти зӯро ҳамин хел нашавад? ҳардуи онҳо ҷуфти муносибам бубин. вай ба ошиқо нигар, ҳеҷ ба ин боварам намеояд. апай зӯро бо домулозиё ишқи ғайриимкон. турсун бо ман. чӣ? турсунаш кӣ? не, турсун ба сари ман. ҳай ҳеҷ гап не. кани гӯ. кист ӯ? ҳа? кани гӯй. خیر تو بازدید ای پسر تو چیکار کردی؟ دیروز خواهش این شاگرد شیطان رو رد کردی، امروز باشد باز قبول کردی. کلاس این چی کاری بود که تو کردی مگر دیوانه شده ای؟ می توانیم به خریدن لباس عروسی شروع کنیم چون که زهرا آیله دار می شود. وای این رو بین زورا جون هیچ باورم نمی آید. من رو نمی پرسی، من هم همین خیر. به خدا چی گویم، امیدم رو از دوملوزیو کنده بودم. تنها به خاطر زیخ نشدنی تو اشکار نمی کردم. من هم سرین، من هم پگاه رفته همشو به بابایم فهموندنی بودم. برای من یک معجزه شد، لیکن بسیار خوب شد. یک چیز رو نفهمیدم، چرا دوملوز زود فکرش رو عوض کرد؟ نمیدونم، به فکرم تنها نیکی کرد. ها؟ یعنی تنها برای نیکی؟ دیگر چی میشد که؟ به خدا من هم نمیدونم زهرا جان. دوملوزیو بسیار آدمی با وجدان بوده است. به فکرم همین طور. فراموش کردم پرسم چقدر چرا آمده بود؟ به تو نگفت مگر دعوت میکرده است. چه دعوت؟ یک جای کار کردن من رو 3 سال شده است، به همین خاطر دعوت کرده است. اینقدر شد مگر؟ خیر دعوت است. با دوملو دستی به دست کرده میروی؟ من رفتن دوملا رو فکر نمی کنم. او در بین همکارانم چیکار میکند؟ ناراحت میشود. دعوت نمی کنی؟ نمیدونم. دعوت کنم؟ دعوت نمی کنم. دعوت کنم؟ من از کجا میدونم؟ وقتی که چغتای رو در نزدیک دیدم دلم قریب کفت و خودم رو گم کردم. برادر خودت رو گم نکردی، دلت تو رو به آنجا برد. دلت تو دمت را گیر، چی دل پیل گفته ایستاده ای؟ چی علاقه دارد؟ همین که شناسنامه هم را گرفتم از اینجا گریخته میروم. من چی کار دارم با آن؟ هیچ گپ نه برادر، دختر رو همراهت میگیری بعد مسئله حل میشود. دختر هم بسیار کوشش دارد که همراه من گریخته رود. ای خدا جان مرا ببخش. انا گپ در کجا بوده است؟ تو چی را فهمیدی؟ فهمون تو ما هم فهمیم. برادر من هر روز تو رو پر کرده به نزد دختر رمو میکردم کو. فکر میکردم که اون دختر نیست، تو رو دوست میدارد و به تو میل بسیار دارد، لیکن اون دختر باشه در برادر جان یک بار در آینه به خود نظر کن، بسیار بینمود هستی. او برای همین با تو ازدواج ساخته برپا کرد. سختی بد رسید. شوکت دیوانه گم شو از اینجا. سختی بد رسید. اگر خواهم دختر را از قفایم میدوانم، مگر نمیتوانم؟ چی میخندی پسرم؟ کی؟ من خندیدم؟
نه رویم رو بین 2 ساعت شد که خیخی کرده خندیده ایستاده ای. تو فکر میکنی که من اون دختر زردک رو از پس آن دوانده نمیتوانم؟ دلم نمیخواهد. برادر جون من میدونم از دست تو کلتکیلس همه کار میآید به همه کار قادر هستی میفهمم و ای خدا شوکت در عشق غیر امکان گفتنی گپ نیست. این رو در سرت جوی کن. نخند. چی میخندی؟ چی درد دارید؟ برادرم گلویم رو گرفت روی آنت سیا دروغ میگویی تو. گیریم اومد گم شو چای رو دم کرده بیاره. زهرا شما با دنبالازی‌ها در مسئله خانه‌دار شوی گپ زدید؟ نه گپ نزدیم. آخر دنبالا پیشنهادم رو نف قبول کرد. خوب میشد که هر چی زودتر درباره این صحبت میکردید. درباره چی؟ در نزد آدمان چه خیل رفتار، چه خیل گپ میزنید، چه خیل میخندید. درست میگوی سیلین. زهرا جان آخر شما بازی کرده ایستادید و کسی باید آشکار نکنیم. به همون هم آشکار نمیکنم و بین شما یگان قاعده و قانون بودنش ممکن. از کجا دانم همه چیز رو باید پیشکی به نقشه گیرید. با دنبالازی صحبت بکن. به همین هم قبول کرده است. یگان کس رو به شبهه نافتونید. اوف سیلین اینقدر مشکلی بوده است؟ زهرا جان چشمانی همه به سوی شمایند. راست میگویی. چنان حس میکنم که گویا اپم دائما مرا نظارت میکند. باید آشکار نکنم. خواه نخواه وقت شاید میفهمد. نپرس. مرا هم در این باره پرس و پرس کرده ایستاده است. او به این ازدواج تماما باوری ندارد. یعنی هر دوی شما باید به این خوب تیاری ببینید تا که دیگر رو از این پی نبرند. چی کار کنم سیلین؟ با دنبالا دستی به دست کرده گردم؟ من از کجا دانم؟ اینش رو خودتون حل کنید. من این مسئله رو با دنبالا زیاد چی خیل حل کردنم رو نمیدونم. با چگونه وقتم رو گذراندنم رو نیز نمیدونم. مایلش تو این مسئله رو با دنبالازی گپ زن. او حتما روی حلش رو میبرد. چه خیلی نباشد او هم به این کار داخل است. راست میگویی. مرحمت. بیایید اپا جان. زهرا جان ما در تنهایی صحبت کرده میتوانیم؟ زهرا جان من کمتر کار دارم. رفتنم لازم. اپا جان عیب شد. اگر جیغ میزدید من خودم به نزدتان میبر اومدم. عیب مای برو یک طرف گذار. زهرا همه رو فریب کرده میتونی اما مرا فریب نمیکنی. چه خیلی فریب اپا. خب گوش کن. من اجازت نمیدیم که حیات تو بسوزد. من میدونم که تو برای بابایم شده این ازدواج رو برپا کردی. این چی گپ؟ با بابایم یگان علاقمندی ندارد. با چشمان من نگر. خانم چه؟ من تو رو خوب میدونم. اونقدر آدم ها از پشت تو دویدن با یگانتش نگاه نکردی. چخل شد با این دامولو دل بستی؟ اپا جان این عشق است. ها پس چرا من در چشمانت عشق رو نمیبینم؟ یگان ذره. یگان ذره. اپا جان عشق تنها برای شما است مگر؟ شما به یک پلیس عاشق شده میتوانستید و من به یک دامولو عاشق شده نمیتوانستم؟ این رو ببین گپ رو چطور عوض میکند و این چه علاقه دارد؟ از پشت کی و چیکار کرده ایستاده ای نمیدونم اما میفهمم. در نظارت منی زهرا. هیچ چیز رو از او پنهان کرده نمی شود. این طور شدنش ممکنه. دامولازیو چه خیلی با این دختر خانه دار می شود. اپای نشیده. خدایا توبه. دخترم چرا تو باور نمیکنی؟ آنها خانه دار میشوند. این انی قوازه است. دامولازیو به او حیف می شود. به دامولازیو یک دختری قد بلند زیبا مثل من موافق می آید. حالا هم آوازه میگوید. دخترم من خودم شاهیدم. با چشمانی خودم دیدم. آقای اکرم به همه اعلان کرد. آخر آنها به نزدیکی خانه دار میشوند. به خدا. خدایا توبه.
داملا رو میجوی زهرا؟ بله به مسجد رفت. همینطور. مایلش تشکر زیاد برای کار. رحمت دخترم. حالا من همه هیلایت رو میفهمم. هجری این استاد تو زیا با عروس زمانوی یعنی زهرا خانه‌دار میشود. تو چی میگویی به این کار جایز است؟ استادم باید میپرسم. کدام استاد؟ داملا زیا. چرا از او میپرسی؟ داملا البته این را جایز میگوید. این طور باشد نمیپرسم. با خدا با داملا گپ ندارم. از داملا همه چیز رو انتظار بودم، تنها این رو نه. بچه پیشکی حکم نبرارید، شاید آوازه دروغ است. بله این آوازه است. سلام علیکم بابای بلا. بخیر است؟ لبای اگر وقت می داشتید کمک درباره توی گپ می زدیم؟ البته گپ میزنیم. مرحمت بیا، رفته در مغازه شیرینی ها صحبت میکنیم. سلام داملا. السلام. از این داملا همین رو انتظار بودیم. الکه دین و نماز ایمانش رو گذاشته با معشوقش دست به دست سیروگش میکند. ایرج برادر تومت نکن، گناهی عظیم است. داملا هم آدم است، او را فهمیدن در کن. تشکر زیاد. این دختر این داملا رو جادو کرده است. اون برای میراث آقای اکرم رو به دست آوردن این کار رو میکند. این چی گپ خودش؟ داملا زیو اصلا این طور کار نمیکند. گناه است، گناه. یک چیز رو ندانسته تهمت نکنید. جادو بودنش رو نمیدانم، اما به مثل زهرا دختری بای و جوان با داملا زیو خانه‌دار شویش بسیار حیرت آور است. چرا حیرت آور بوده است؟ زهرا هم بزرگی داملا زیو را دیده است. به همتان میگویم که داملا زیو مانند زهرا دختری ارکه را حالا میبینید که آدم میکند. شاید برعکس شود. شاید زهرا داملا زیو را عوض میکند. از این دختر همه چیز رو انتظار شدن ممکن است. سوا زهرا با تو چی بدی کرده است که این طور میگویی؟ کنی فهماد؟ یا که دخترم داملا زیو را برای خودت خواسته بوده. خوش آمده داملا. خوش باشد خانم. ما همین خبر رو نفهمیدیم. هممون خرسند شدیم. خدا همه رو به این روز رساند. تشکر زیاد، بسیار همین‌ندار هستیم. خدا از شما راضی باشد. زهرا جان دخترم، تو در کودکیت به اینجا برای شیرینی خوردن می آمدی. حالا باشد برای کاری خیر انجام دادن آمدی. بخیر باشد. به یک دیگرتون بسیار زیبنده اید. خداوند از چشم بد نگهبانتان باشد. تشکر زیاد. رحمت. با اشتهایتان. لبایونال چه خیلی است عزیزم، تو را بسیار یاد کردم. حاضر گپ زده نمیتوانم. چه خیلی من از او بخشش میپرسم. سردارم من اومدم که این رو از نظارت خونه برآورد.
باید او یک روز در آنجا میماند. سردارم این طور نیست. لوین با فرمان وزیر با امنیت به کار میدراید. پسرم وقت شوخی نیست. او را زود گرفته به نظارتخانه برید. سردارم من عریضه او لوین برای پلیس شدن با وزارت حجت‌هایش را سپریده قبول شده است. پسرم این چه سفسط است؟ سردارم او را به شعبه ما به کار فرستادند. این ناممکن است. این ناممکن است. سردارم دلها نزدیک بود باز نزدیکتر میشویم خدا خواهد. چوی؟ دنبال زیو لبای به شما یک چیز رو گفتن میخواهم. مرحمت. اپام درباره ازدواج ما بسیار شبهه کرده ایستاده است. در نزد وی اگر با دقت‌تر می بودیم باز هم خوب میشد. حتی هنگام اینجا اومدن مرا تعقیب کرد. از همین سبب در کوچه نام شما رو بلند فریاد کردم لطفاً از من نرنجید. نه مشکلی ندارد. یعنی من هم در موضوع دقت از شما خواهشی دارم. یعنی در بین مردم از دستم داشتید خودم رو ناراحت حس کردم. التماس به این دقت دهید. ببخشید مرا، من هم چیکار کردنم رو نمیدونستم. از همین سبب شما چیکار میکنید؟ داملا خوب هستی؟ داملا عذر مرا ببخشید. یکی شد. عذر زیو جان، زیو خوب هستی؟ خوبم، من خوبم. داملا چی شد؟ خوب هستی؟ خوبم. من زود با شما یخ بیارم. تمام. سوخته کرده ایستاده است؟ کمی سوخته ایستاده است. گرید. با اجازت من باید به نماز بیروم. تا بازدید. ای پسر، اگر کالتا کلاس را یافته نآورد با جای کلاس شما را جزا میدیم. خوش آمدی چقدر؟ خوش باشید اکا. چی شد؟ غمگین مینمایی؟ چی گپ شد؟ بله اکا، دوست داشتم با دیگر کس خانه‌دار می شود. همه کی را میخوری؟ کی بود است تو؟ نابودش میسازیمی؟ گپ نیست اکا، من هم برای همین آمدم. داملایی که دختر را نجات داد کو با او خانه‌دار می شود. داملا؟ بابا اوف، این کار بزیب کو. چقدر برادر، کسی رو گوی نابود میسازم اما من با آدمان دیندار هیچ کار کرده نمیتوانم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. اوه مرا یاد کردید جانکم. خوش رویه که من مرا پزمان شدی. حاضر تو را به سیر و گشت میبره زهرا. ایستا بیو عزیزکم بیو. کنی بیو جونکی من شیرینکی من. اینجا بیا پر کنی پر. آفرین من خوش رویه که من. کنی اینجا بیا. کنی رفتیم. انا میخیر رفتیم دویدیم. انا میخیر تیسیس. فاروق تو چه ها گفته ایستاده ای؟ تولین جان، چرا نخست در تشویش افتادی؟ من نفهمیدم. این بخواتری تو مرا میکشد فاروق. پدرت یک وصیت‌نامه نو تیار کرده ایستاده است. یک فکر کن برای کی باشد. عجبا در عین خانه‌دار شوی زهرا به این تصادف نگر. تولین جان، هیچ کس نشنود گفته اینجا آمدیم. خاموش باش لطفاً. از کجا دانم؟ شاید پدرم چوراندیشی میکنن. ایستا بینین کو چی میشود؟ با این فکرهای تو روزه میشود که بی خانه و در کوچه میمونیم. چقدر راست میگفته است. هرچی زودتر به این ازدواج مانع شدنم در کار نباشد همه بایگری به دامولا میگذارم. تو چی ها میگویی؟ این ناممکن است. آنها تارت بخورند. ما باشیم کرمی آن را لسیده میشینیم. اجازت نمیدهم. این ازدواج هرگز برپا نمیشود. چی اینقدر بی‌پروا هستی تو؟
گرفتیم انا بخیر. سگ زیبا کانتارو رو گرفته گردانم نه ترس برگردانده میارم تمام رفتیم انا گیر ها انا بخیر. او شیرینکی منی. خانم زهرا دوملازیو این از شما است؟ وای اینقدر سگ زیبا بوده است. شما سگ دارید مگر؟ در اصل ندارم. این سگ رو از کوچه یافتم. سگ بیچاره کمتر زخمی شده بود. او را گرفته زخمش رو خودم طبابت کردم. ماشاءالله در حال شفا یافت. شیرینک خوب استی؟ حالش خوبتر است. بیا. در یک روز 5 بار با او خوراک میدهم. یک صاحبکار محله کمتر پول خیر کرد. من هم در حال برای این سگ خانه‌چه ساختم. ثوابش رو گرفتم. حالا نه تنها است و نه خنکش میخورد. دوملو در حقیقت مرا به حیرت گذاشتید. چرا؟ سگ کوچه رو از مرگ نجات دادن بسیار هم رفتار انسانی است. چیکار کنیم؟ حیوان هم مخلوق خدا است. باید به او رحم کنیم. بله. کاش که همه انسان ها مثل شما حیوان دوستار باشند. در اصل میگویم سگ دوست انسان است. کمبودیش همین که بسیار میجکد. بیا آنها را شناس کنیم. البته. جالی کنی با رفیقت شناس شف؟ نام سگ شما چیست؟ ریمبو. چرا نامش رو ریمبو گذاشتن؟ بله یک وقت ها فیلم ریمبو در مول بود. به خاطر ریمبو مادرش نام پسرش رو گذاشت. آنها را سرذهن رفته بازی کنند. میلش رفت. آفرین. کمک رسانم؟ بله خوب میشد. من کمتر این کارها را نمیفهمم. انا روید اکنون رفته بازی کنید. کنی دوملو نشسته صحبت کنیم می شود؟ البته مرحمت. به محل عادت کرده توانستید؟ ها عادت کردم. یعنی محله پر از آدمان خوب است. از این جهت خوشبخت. چه خیلی خوب. کارهای شما چی خیلی؟ اگر خطا نکنم شما ساختمانچی بودید؟ چرا میخندید؟ یگان چیزی خطا گفتم؟ با احوال خودمان میخندم دوملو. اول به ازدواج ساخته راضی میشویم، بعد شناسایی پیدا میکنیم. بسیار خنده آور.
اگر ازدواجمون ساخته باشد شناسایی هم ساخته می شود. من میمورم طراح هستم. بهترین. کمی راه گردیم چی می شود؟ مایلش میرویم. جولی بیا میرویم. ریمبو این بندشون. بیا ریمبو اینجا بیا. کوچو ریمبو با فکرم اونها با هم دوست شدن. ریمبو با جولی عاشق شد. بیا رفتیم. راه کرد ریمبو. رفتیم. سگی تو موده است؟ نمیدونم. اگه بختیار گفتی همین طور است. رفتیم ریمبو. جولی رفتیم. این زورو نیست مگر؟ به خدا کی اوست؟ دوست شدند لیکن سگی تو بسیار ناز میکرده است. زهرا سلیم حاضر می آیم. دومولو در اصل بسیار خوب شد که خوردیم. همدیگر رو باز از نزدیک شناختیم. خوب میشد زود وا میخوردیم. تمام. همه چیز باید حقیقی باشد، همینطور نه؟ بله. برای فهمیدنتون بار دیگر تشکر. استغفرالله. کمک کردن این وظیفه ماست. زهرا نفهمیدم. مرا زهرا گویید. حتی در خانه هم زهرا گویید بسیار خرسند می شوم. فهمیدم. برای حقیقی بودن شما درست میگید. گرچند برای من کمی مشکل است اما چرا؟ شما دومولایید کو زیا گفتن گویا که ناحرمتی می شود. دیگر راه نداریم. برای حقیقی بودن شما هم باید بر راحت مرا زیا گویید. فهمیدم. تمامی این طور باشد تا بازدید زیا. تا بازدید زهرا. بله. خدا حافظ. تا بازدید ریمبو. صبر کن. چه خیلی که میبینم با دومولا بسیار هم وقتی خوش گذرانده ایستاده ای. تصادفاً بخوردیم. من هم حیران شدم. بله. سگی که در برش است سگ کوچه بوده است. دومولا او را نجات داده او را طبابت کرده است. چقدر دومولای عجایب بوده است. به یگان دومولای دیگر مانند نیست. دومولای بسیار میشناسی زهرا جان؟ از کجا میدونی؟ شاید همش میخیلند. این دومولا رو حالا نمیشناسیم، اما در اصل دیگر خیل مینماید. ای زهرا، اگر او تو رو نگیرد به شوهر میمونی. بیا. ریمبو برای تو هم عروس یافته. باز نگویی. بیا
ببین اینجا بیا رمبو باز از پشت من نوی فهمیدی؟ راو کنی؟ چی ایستاده؟ راو گم شو نمیفهمم من اویله دارم کمتر مهربانی کردم از خود نرو راو میگویم گم شو راو گم شو دف شو چیکار کرده ایستادید؟ خانم بتول شما چیکار کرده ایستادید؟ هیچ کار نه چیکار کردم؟ با چشمم چیکار کردنتون رو دیدم چیکار کردم؟ شما از حیوانی بیچاره چی میخواهید؟ او بگون که ضرر نسان که شما رو میرونید باز دامولو است با مردم چه خیلی نمونه میشوید اما خانم بتول هیچ گپ نشده شما یک لحظه ایستید من وضعیت رو با شما میفهمونم مایلش گوش میکنم مرحمت سگ از پشت من آمدن گرفت برای لباسان رو بنماز نکرد سنگ رو پرتاتم که تا که رود نرفت برای ترسوندنش؟ نه یعنی تهدید کردید؟ نه و جای مهربانی کردنتون سگ بیچاره رو ترسوندید؟ حیف شما در حقیقت حیف شما نه خانم بتول ببینید من شما رو دیگر خیلی فهمونم اینجا باغ است در اینجا کودکان بازی میکنن و وقتی که سگ از قفای من آمد برای با کودکان هجوم نکردنش برای یگان حادثه ناخوش رخ ندادنش او رو با خودم گرفته بعد راندم فهمیدم شرم نداشته باز دروغ میگوید اما دروغ با ایمون یک جویه شده نمیتواند دروغ و دشمنی خداست اما خانم بتول ببینید یعنی من این سگ رو میشناسم این سگی محله ماست کودکان با دستانی خودشون رو خوراک میدهند خانم بتول گوش کنید شما مرا میدونی چی سگ دوستی وفاداری انسان است اما شما باشد او را راندید شما چه خیلی دامولو هستید آبا این دختر رو ببین ایستاده مرا دشمن حیوان برآورد با خدا حیران موندم یک کاری ناجا کنم در حال پیدا می شود همین هم کار شد خوش آمدی دخترم خوش باشد مادر باز چی گپ شد چرا غمگینی دامولو باز عصبی هم کرد دخترم با این دامولو چی سر به سر میشوی تو دیگر کار نداری مادر جان یک چیز رو ندونیسته چرا او رو مفیزت میکنید یک سگ بیچاره کوچگی رو میترسوند ناگاه مرا دید از راهش گشت باز شرم نکرده دروغ میگوید توبه گوی دخترم یک دامولوی کلان مگر دروغ میگفته است مادر جان لطفاً 1 2 3 هجر جان پسرم آواز بلندگویک رو بلند کن که تمام محله شنود محترم جماعت مسلمین امر معروف امروزمان درباره حیوان‌های بیکس و تنها و سگ‌های کوچکی میباشد حالا از شما سوال میپرسم مگر این حیوان‌های کوچکی و بیکس و تنها را خدای تعالی نافریده است جواب دهید جماعت همین طور نه؟ بله دامولو همین طور است البته همین خیلی است و حالا باید این صحبت میکنیم آیا وظیفه مسلمان با چنین حیوان‌ها یاری دادن نیست در کوچه سگ‌های بی‌سویی بسیار است با آنها خوراک دهید بی‌طرف نباشید التماس با این اهمیت جدی دهید ببینید در زمستان شما در خانه‌های گرم و زیبای خود با راحت خواب می‌روید اما حیوان‌ها در زمستان خنک از خنکی خوابشان نمیبرند و بعضی دیگرش ممکن است که بمیرند پس با اینها ما باید دقت جدی دهیم ای مردم اینقدر خسیس نشوید کمتر آب روان یک بار نان 2-3 دانه استخوان کم پنیر اقلا پس مانده خوراک را برده با حیوان‌ها دهید فهمیدید با این کار دقت دهید جدی باشید اگر خواهید با حیوان‌ها کمک کنید پس مثل من با آنها کمک کنید و ثواب گیرید مثلا در محله همون یک سگ یتیم است که نامش رمبو است با او کمک رسانید
لطفاً با این کار اهمیت جدی دهید. حیوانهای کوچه رو همیشه دستگیری کنید تا که ثواب بسیار گیرید. حیوانها را دوست دارید تا که انسانها شما را دوست دارند. او یک آدمی ریاکار است. آدمی ریاکار. گناهش رو گرفتی. خودت شنیدی. حالا همو رو پس میزند. هرچی که عیان است حاجت به بیان نیست. اگر او همه رو فریب کرده تواند مرا نمیتواند. یا خدایا. سردارم آمدم. ای بچه کجا آمدی؟ در وقتش آمدم سردارم. طبقه پلو حضور باینگه قری هستید. وجدانم نبرداشت خواستم با شما خورم. مرحمت شینید شما رو سیر میکنم. ای داد رو از اینجا. حاضر سرت رو میکفانم. فهمیدی؟ ای برادری نصیبی تو بود است. مرحمت. همین خیلی سرمگران کردی. صحبت کرده میتوانیم؟ البته مرحمت. من میدونم که زهرا برای بابایم با این ازدواج سراسیموار راضی شده است. من نمیخوام که او برنجد. خانم خاله، من در حقیقت به خواهر شما عاشق هستم و باور کنید من هم مانند شما نمیخواهم که او برنجد. امید دارم که گفته شما می شود و زهرا دل شکسته نمی شود. امیدوارم. چرا مردم فکر میکنند که ملاها دوست داشته نمیتوانند؟ باز کی باشد؟ تو چخیل دوملو هستی؟ میراث آقای اکرم رو غصب کرده شرم نمیداری؟ ای از خدا ترس. آن میراث رو تو صاحب نمیشوی. خدایا توبه. تو باز چی میگویی عمک بختیار؟ آقای اکرم شما رو دعوت دارند. مایلش لباس هایم روی وز کرده می آید. مایلش. خدایا این چی گپ خودش؟ شکر رو نمیدهی عزیزم؟ بگیر عزیزم. تشکر. به اینها نگر. چخیل عشق بازی میکنند. دوملا رو ببین با همین بهانه نان و نمک ما رو خورده گشته است. شرم هم نمیدارد. چی؟ مرحمت بگیر عزیزم. تشکری زیاد. زهرا نان و روغن خورده ایستاده احتیاط کن. باز کرته عروسی به تو تنگی نکند. با نشود که دامولو از تو روی گرداند. خانم من زهرا رو خیلی که نباشه دوست میدارم. در حق تو هم دعا میکنم میلیس. انشالله به مثل زهرا تو هم خوشدارت را یگان روز پیدا میکنی. خدا نشان ندهد از آنی که مانند این باشد. شما چی ها میگوید مادر؟ مگر من باید مولوها سر و کار میگیرم؟ کی میداند عزیزم؟ زیا پسرم، پدر و مادرت کی به خواستگاری زهرا می آیند؟ میخوام همش از روی رسم و آیین برپا شود و از شناسایی با پدر و مادر تو بسیار بی‌صبری کشیده ایستادم. از شناختن انسانهایی که مانند تو فرزند تربیت کردند افتخار میکنم.
با اجازت شما. چی شد؟ ایسی هایتم. به اینها چی شد؟ مرا ببخشید دامولا. با ایله شما خواهش شناس شدنی بابایم را هیچ فکر نکرده بودم. من هیچ فکر نمی کردم که به این بازی که ما کرده استدیم ایله شما را هم همراه میکنند. خواطر نشوید، یگان دروغ خردکه که گفته از این حالت میبریم. دائم هم خیلی میکنید خانم زهرا. برای از یک دروغ خلاص شدن باز یک دروغ دیگر میگویید. مولا تنها چی؟ بیادبی کرده باشم عذر میخواهم، لیکن درباره اویله داری من هم حساس میباشم. شما یگانه شخصی نیستید که به پدر و مادر بابایا رسیده باشید. دامولا من بسیار عذر میخواهم. نمیدونستم، ببخشید. شما کی اویلت رو از دست دادید؟ 10 ساله بودم. من 7 ساله بودم. عذر زیاد برای شما را غمگین کردنم. من با بابایم صحبت میکنم. انسان هیچگاه فراموش نمیکند زهرا. نمیتوانم. باور دارم که شما هم فراموش نکردید. هیچگاه فراموش نکردم. فراموش هم نمیکنم. Opa! بیا بیا. هوپ هوپ. کنیستا بر.
کنی کنی گیره چی ساده بگو کلتکلت در کجاست؟ در آنجا میمون بازی نکن رفته خودت می اگر نگویی کلتکلت در کجاست تو رو میکشم به نام خدا من نمیدونم او در کجاست زیاد در کودکیش اویلش را از دست داده بوده است. برای همین به او این موضوع بسیار تاثیر کرده است. از این پس ما عائله دامولا زیامی باشیم. تنهایی و بیکسیش را با ما فراموش می کند. شنیدید مرا؟ شنیدید مرا؟ از این بعد عائله دامولا زیا ما هستیم. به فکرم همه فهمید ها؟ باز چی شده پر؟ تو نمیدونستی زهرا؟ چرا؟ اینقدر چیزی مهم رو چرا با ما نگفتی؟ این خیلی چیزها در رو گفته نمیشد اپای حله من میدونستم. تو میدونستی؟ بیا زهرا من با تو یک چیز رو میگویم. دامولا خانه آمد. به نزدیکی همه میراث را به دست می آورد. تو دهانت کشاده بشین فروخ جان. خواهش میکنم باز هر نکن تولین. یک حالت علم آور را آورده به میراث رساندی. به خدا به تو گپ ندارم. دامولا خودش را بیچاره گرفته به اویله مان در اومد. این دامولا اگر ما رو از خانه راند تعجب هم نمیکنم. تو چی میگویی عزیزم؟ این به میراث یکم علاقه دارد. تو خود کردن گیر فروخ. بعد از رانده شدنی ما بیدار میشوی اما کایها دیر میشود. میدونی برای چی؟ سرت کار نمیکند. بس است آخر. سرت کار نمیکند. استاد بعضی آدم ها در خانه اشان قبخان مانده موشها را میقپن. حکم آنها در دین چی است؟ بخیر است هجری خانه شما موش داره؟ نه استاد موش ندارد خانه اما هجری از خانه آدمان خسیس موشها فرار میکنن. هجری از خانه آدمانی خسیس موشها فرار میکنند. مرا شاگردی کلتکلس میگویند. بیعقل ها کی را دستگیر کرده ایستاده اید؟ آنها نمیدونند که من 1 کیلومتر را در 10 ثانیه دویدم. 10 ثانیه خطا کرده. ای باشه ها اینجا بیو. آن برادر این آواز شوکت نبود؟ محترم جماعت یگان آواز شنیدید؟ نه دامولا یگان چیز نشنیدیم. نشنیدید؟ استاد بعضی انسان ها برای شفای یافتن گوشت سگ بچه میخورند. خوردن گوشت سگ در ضروری روا است. خدا در چیزهای حرام کرده شفا خلق نکرده است. خدا در چیزهای حرام کرده شفا خلق نکرده است. مایلش عزیزم پس من رو از کارخونه میگیری. بگاهی وا میخوریم.
аҷабо ки туро аз корхона мегирифтааст. ардашер ардашер ки як рафиқам ӯ ҳам ба шабнишинӣ меомадааст. селин биё ҳамин корҳоятро ба як тараф гузор, бо як нафар хонадор шад. чӣ кор кунам зӯроҷон, кошки ман ҳам ягон домулоро меёфтам. селин дар ин шабнишинӣ рафта наметавонам. агар бобоям маҷбур намекард розӣ намешудам. ҳамаш айби чағатай. зӯроҷон, чанд рӯз шуд аз пушти издивоҷи сохта монда шудем. мо ҳам ҳаққи истироҳат кардан дорем охир. ҳамин тавр не? хуб, майлаш, ҳамаш гуфтаи ту шавад. дарё, ин қадар либос иваз кардем, ягонташ маъқул нашуд. охир дар маҷалла ин мағозаро таъриф карданд. чӣ кор кунам ман? ман намедонистам. дар ин ҷо айби ман чӣ аст? ин қадар рӯям сурх шудааст. ту чӣ хел косметика истифода кардӣ охир? хеле зебо шудаӣ. чағатай аст. исто ҷавоб наде, боз нагӯяд ки занги ӯро интизор будӣ. майлаш, лекин бисёр занг зад. алло, лабай азизам. хубам, ту чӣ хелӣ? овозатро шунидам, боз хубтар шудам. ба шабнишинӣ албатта меоям. ҳатто тайёрӣ дидам. бисёр пазмонам. чӣ? мегӯяд ки шабнишинӣ бо ман якҷоя мешавад. майлаш, мешавад. пешниҳоди шумо қабул. майлаш азизам, то боздид. майлаш, то боздид. дар шабнишинӣ бо ман якҷоя мешудааст. ту бовар мекунӣ? азизам, бисёр хурсанд шудам. бо ин баҳона дӯстиятон зиёд мешавад. ҳам ба ин баҳона туро бо коргаронаш шинос мекунад. бисёр зур шуд ин. бале, 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 ман чӣ мепӯшам? ҳоло оғои акрам тамоми меросашро ба домуло мебахшад. ту бошӣ дар кӯча мемонӣ. ту чиҳо мегӯӣ Тулин? чиҳо худаш мегӯӣ? чӣ гап дар ин рӯзи хурсандии мана? ба худо бовар намекунам. намедонӣ фарух, ин домуло чӣ хеле ки зуҳроро фиреб кардааст, падаратро ҳам фиреб мекунад. баъд аз мурдани оғои акрам худоро шукр гуфта ба мероси ӯ соҳиб мешавад. не, мо бояд ҳарчи зудтар пеши роҳи ин издивоҷро гирем. чаро монеа шавем? онҳо кӯдак нестанд. онҳо худашон медонанд ки чӣ кор кунанд. ту ҳоло ҳам сафсата мекунӣ. майлаш азизам, ман ба ин қарори додаи зуҳро ҳайрон шудам. ин қарори додаи ӯ аст. охир ман чӣ кор кунам? фарух, ту ба фикра маро нафаҳмидӣ. мерос мегӯям, мерос аз даст меравад, намефаҳмӣ? хафа нашав азизам, аммо ин ҳамаш бофтаҳои ту мебошад. ягон асоси ҳақиқӣ надорад. фарух, ба куҷо меравӣ? чизро намефаҳмӣ. фарух, ҳоло суҳбати мо ба охир нарасидааст. модар, шумо ками пеш чӣ гуфтед? шумо моро гӯш карда истода будед? холаи Тулин, модар, ҳама гапое ки ба падарам гуфтед мо шунидем. шунида бошад, шунидан гиред. модар, ин издивоҷ барпо хоҳад шуд. фаҳмидед? зуҳро бо ин домуло хонадор мешавад. мелис, ширинакам, барои хушбахтии ту. не модар, шумо маро ҳеҷ нафаҳмидед. дарди шумо танҳо мерос аст. дар бораи хушбахтии ман тамоман фикр намекунед. зуҳро бо домуло хонадор шуда чақатай ба ту мемонад, ҳамин тавр фикр мекунӣ? духтари сода, чақатай асло зуҳроро тарк намекунад. хаб, хомӯш. шунидан намехоҳам. исто, мелис. мелис, духтарам. мелис. мелис, духтарам, дару кушо. маро ба ҳолам мон. танҳо мондан мехоҳам. мелис, дару кушо мегӯям. мелис, духтарам, чӣ шуд? мелис, дару кушо. рав аз ин ҷо, модар, рав. дару кушо. мелис, дару кушо мегӯям. туро баъд мебинам зуҳро. туро баъд мебинам. чингиз,
телефони ин аҳмақро гирифтӣ? не ҳоло нагирифтам. ягон кор аз дастат намеояд хар! маро бубахшед ҷаноб, дигар такрор намекунам. дар дол инҷо биё. ин аҳмақро танҳо гузоред, хӯрок ҳам надиҳед, то ҷои калтакеласро нагӯяд ба наздаш надароед. итоат сардор. рафтем. چی شد؟ مرا سردید. بخشیده بر روز ایدی بانوان 8 مرد در کاخ تاجیکستان کنسرت گروه شکرخند برگزار می‌گردد. بیسامانی جمع کنه. تنجی اکا. تنجی. ابخکیارم آمد دل زارم آمد. نشید بکش. اکا براترم. من اصلا کشی نمیسام. تکلل لیستی. همه شموро روز 8 مارس ساعت 14:00 در کاخ تاجیکستان انتظارم. از تقدیمات پنشر مدیا با افتخار روزی مادر در طربخانه 1001 شب شو برنامه خاطرمان تحت عنوان دوی مادر با حضور ستاره های استرادای تاجیک برگزار می‌گردد. ضیاءالدین نورزاد، ظفر ایوبی، زبیدالله سیدشاه، نسیم سیدزاد، روزبک فیصلی، مونس ابراهیم، علیمی محمود، بنفشه رجبova، نعیم جان سیدعلی، شهریار دولتов، مینا، فیصلی فاضلов، فیروزه حفیظova، یعنی ستاره باران می‌شود. 8 مارس ساعت 17 در طربخانه 1001 شب